درود دوستان. تاجیکستان به جام آسیا راه یافت. تیم منتخب تاجیکستان در بازی نهایی مرحله انتخابی جام آسیا با تیم منتخب فیلیپین بازی کرده با حساب 1-1 مساوی کرد. همین طور تیم منتخب ما در 6 بازی توانست 14 گل به دست آورد و گروه A جای اول را کسب کرد. با جام آسیا 2027 که در عربستان سعودی دایر می‌گردد راه خط یافت. دوستان، تمام مردم تاجیکستان رو با این تبریک میکنیم و امیدواریم که 2027 در عربستان سعودی تاجیکستان هم یگان جای نمایان را اشغال میکند. چون که حاضر ما با کامنت هایی که مردم بعد این نوشتند من شما را شناس میکنم. نظری مردم، نظری که فنایی که فوتبال رو دوست میدارن. رستم یتیموف لگند تاجیکستان، رستم یتیموف رو خیلی چی کردیم، تعریف کردیم. با این بازی چگونه در جام آسیا بازی میکنید در جایی که ژاپن، ازبکستان و استرالیا، ایران هست؟ دوستان با این سوال جواب دهید. تاجیکستان میتوند که با فینال 2027 در جام آسیا برآید، چون که این نوشته است که در اینجا دچار مشکلی میگردد، چون که ازبکستان، استرالیا، ایران هست. استرالیا اروپا است ولی در جام آسیا چیکار میکنه نمیدونم. یک تا دیگه است این خدا میدونه. یک بار چه خیل بازی کردیم نصیب باز هم همین خیل بازی میکنند. تیار دیگر نوشته است که تیار میشوند رنگ سال 2024. دیگرش نوشته است که توکل به خدا میبراید. یک نفر دیگه نوشته است که شما سراسیمه نشوید، ما تاجیکان به خواست خدا از همه پیش صف خواهیم شد. از همه پیش صف خواهیم شد. جدا نوشته. یک نفر دیگهش درباره امی رستم یتیموف نوشته. به خدا قسم قایل کرد همین رستم یتیموف. رنگ دیگر گرفت. همین خیلی بازیشون کنه کی هم فکره اگر همین خیلی بازی کنه. راستی گپ اما چرا خطا می نویسن. تبریک به تمام مردم تاجیکستان. یک نفر نوشته که آفرین به فیلیپین. آفرین به فیلیپین نیچیا کردین، مساوی کردین. اینقدر با کماندای پرقوت. فیلیپین کماندای پرقوت است و تاجیکستان خیلی خوب بازی در تاجیکستان بود، با فیلم در حصار بود. برای همین جام آسیا 2027 ما رو انتظار باش. تاجیکستان با پیش. دوستان فکرتان رو نویسید. شانس تاجیکستان در جام آسیا 2027 در عربستان سعودی چقدر هست و یگان جای نمایان رو تاجیکستان اشغال میکنه در فوتبال یا که نه. به هر حال ما تمام مردم تاجیکستان رو با این غلبه تبریک میگوییم و امیدواریم که تاجیکستان سال 2027 سال آینده در عربستان سعودی اگر جای یکم هم که نگیرد یگان جای نمایان رو اشغال کند. دوستان فکرتان رو نویسید. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد. تا امید دیدار.